ویدیو کامل روشنفکری ساخته شده. از این ویدیو بیشتر دوست دارید تو کامنت برام بنویسید. یک دو دو یک چی گفتی؟ گفتن یه پسر با هودیه و هفته دنیا ما اینکی رفتی اونم این شتا تحویلم داد. یه روزگاری یه پسر بچه بود با موهای فرفری. یه مدل موی خیلی باحالم داشت. عاشق هودی بنفشش بود. یه روز یه دفعه خودش رو توی دنیای عجیب و غریب دید. این دنیا از بلوک ساخته شده بود. همه چیزش مربع بود، از درختها گرفته تا حیوانا. پسرک از رنگها و موجودات اونجا خیلی تعجب کرد. خوک، گوسفند و حتی گاو هم اونجا دید. پسرک شروع کرد به گشت و گذار تو این دنیای بلوکی. با مشتاش درختها رو شکست و چوب جمع کرد. یاد گرفت چطوری میز کار بسازه. حتی یک کلنگ هم ساخت تا سنگ استخراج کنه. هرچی پسرک بیشتر میگشت، یه چیز شگفت‌انگیز میفهمید. این دنیا پر از امکانات بیپایان بود. هر چیزی که فکرش رو میکرد میتونست بسازه. فقط باید از خلاقیتش و منابع اطرافش استفاده میکرد. پسرک لبخند زد. آماده ماجراجویی بود.